علم که نبوده باشد تو نمیتونی سنت را از بدعت جدا بکنی. علم که نبوده باشد تو حق را از باطل جدا کرده نمیتونی. علم که نبوده تو خواسته هایت را از خواسته های دین جدا کرده نمیتونی. چرا عزیزا؟ یعنی وقتی که علم کم بوده باشه شک ایجاد می شود. شک چرا ایجاد می شود و علم چرا تأثیر گذار است در این باب؟ ما می بینیم که یگان بار به اساس نقل کاذب ما چی میکنیم؟ بعضی چیزها را دین میگیم در حالی که دین نیست. یک کسی به ما نقل میکند، نقل دروغ بی معنا به نام دین، حالا که صحیح او نیست، او را ما فکر میکنیم که دین است، با او عمل میکنیم، پسان میبینیم که چیزی است که در دین نیست. درست شد؟ به طور مثال شما دیگه فکر بکنید، ما چیزای زیادی را داریم به نام نقل کاذب در دین او ارزش ندارد ولی عملا جایگاه دارد. در خانه مسلمان داخل شو، یکی چی میگه؟ والا صاحب همین چشمم یک رقم پرید این تو کار میشود. نمیگه؟ میگه. عین شکلش ما در رواج داریم، والا اکک آمد که اکک کت حتما یک خبر بدی را میرساند. داریم یا نداریم؟ هم داریم. حتی یکان شمعی که در گلاس ما پیدا میشه سرزوخ هم یک چیز را ما عنوان میکنیم، یا به اساس مذاق یا به اساس واقعیت. یک تعداد مذاق میکنیم و یک تعداد واقعیت امیر قبول میکنیم. رواج بسیار بزرگی وجود داشت که حال خود گم شده. حالا میدیم که علی زنا بر خود یک چیز را پخته میکردن، میگه این نظر است. بعد از این نظر چی رقم نظر است؟ این را مردا نبینه، این باید از مردا پت بوده باشه. خب که پت باشه با چی هست؟ حالا در اینجا صاحب گاهی تسبیح پیغمبر میاد. خوش ما فکر بکنیم پیغمبر تسبیح داشت؟ پیغمبر تسبیح نداشت. خدا اونجا برد گفته بود که در سر از این دیگ تسبیح اونجا رسم میشود. یک تعداد چی میگه؟ والا صاحب الله در اینجا پیدا میشه، الله پیدا میشه. ما مردا که خود دیگ است که سرش خلاص بکنی یگان چقری مقری پیدا میشه، در ذهن تو پیدا میشه که والا او را به نام الله تیر میکنه، باز او را با او بتیو. نقل کاذب دروغی. حالا یه که ببینی یک تعداد میگه که دین چی؟ دین خرافی است که با آمده. عروس در خانهت میاری تا این نمیاری، این نقل کاذب سعی کنن. یا باید گاو در پیش پای ذبح بکنن کسی که پولدار است. اگر اون نشه گوسفند میشه، اگر اون میگه والا می مرغ اقلا نمیتاج خو یک خون او بریزانین. نمیگه نمو تو. یعنی این شبهات هست. این وقتی که انسان داری تعقل بکنه ریختاندن خون بر وجود ما چی تعلق دارد، پس باز چی میگه؟ والا دین بخوان کارش همونطور ریشخندی است. پس ضرورت بین ضربه را چی زد؟ اصلش آیا مرده میشه؟ بعد از باز سر مرده چی بکن؟ الوا را تقسیم کرده برو، صحیح نه؟ ایزاده برو. ولی یک انسان عاقل که تو فکر میکنی چی یعنی؟ حالا تو این الوا را به کجا رایی میکنی و چرا این کار کنی؟ یعنی چټیات، ای خرافات بی معنا و پوچ ای که داده می شود جوان و نسل آینده را، انسانای معاقل را یک بار میگه که بخیالن که از بیخت این دین چیزی نبوده. چی یعنی چی شد؟ یعنی خود ما سر خود میگه دیگه حتی بشین دیگه گردک بر تو داده برو، ما بر تو داده میریم. رادیو در دست مردم صاحب تمام روز که فلان جا مرده شده ها صاحب بدوین دیگه. اونجا میره مفت به سر میگیرد. ایران آدم بانه که به این نفر چی بگویی، به این نفر چی بگویی، به جامعه بیعقل چی بگویی. اون صاحب پیساس مصرف میشود دی کارهای که آدم ببینه. بعد انسان تشویش پیدا میکنه که این دین کلش همین رقم است. و علت از این کجاست؟ علتش نقل کاذب، نقل دروغگوی. وقتی که پرسان بکنی هرچی سند داره یا نداره؟ سند داره. ولی تو خب میربونی بکن سند امیت خون بر ما بیار. چرا حدیث به سند قبول میکنی؟ نه. سخن را به معنا به سند قبول میکنه. ولی دیگه خو یک سند خو برام بده. سند نیست. که سند نیست در حقیقت نقل کاذبی است. و این زمینه مساعد میکنه به چی؟ به شک در امور دین. چرا هر قدر که بیدینی و خرافات در دین جای پیدا بکنه دین میپنده. عمل سر سخت میشود. عمل که سر سخت شود مردم از دین فرار میکنن، میگه والا از اینکه در خاطر بیدینی خوب است
مردید که شد توقع کده گورش بکو یا بسوزانش گفت خلاص است دیگه. این هیچی یاد است. یک طرف که میمورم یک جنجال برش بتون، از او جنجالش که خلاص هم با دیگه جنجالش، با دیگه جنجال، در جمعگی جنجال، در چلی جنجال، در سال جنجال. هیچی یاد است که من دارم. ببینید که ما را به این انجال مردم دین برش میپندانیم. دین که پندید مردم عمل نمیکند و بعد از او در برنامه ها شک میکند. درست شد انشالله. آسانی از دین که داده شود، بعد از او باز مردم میگه والا چی رقم میشود. خدا یک چیز رو آسان میکنه، ما به اساس نقل کاذب خود رو سر خود سخت میکنه. سر خود سختش میکنه که سختش کردیم فرار را از دین ایجاد میکنیم و بدبختی را برای خود ایجاد میکنیم.